تا حالا شده ساعتها درس بخونی ولی فقط یه روز بعد حس کنی همه چی از ذهنت پریده؟ تقریباً 70% رفته. آزاردهنده هست نه؟ ولی تقصیر تو نیست. مغز ما طوری طراحی شده که اطلاعاتی که استفاده نمی‌کنیم رو دور بندازه. اما یه نکته هست. در ژاپن دانش آموزا بیش از 2000 کاراکتر سخت کانجی رو حفظ میکنن و تا آخر عمر یادشونه. رازشون چیه؟ معلم‌هات هیچ وقت بهت نگفتن، ولی دلیل اینکه مطالب یادت نمیمونه تنبلی یا کمکاری نیست. مشکل روشیه که داری استفاده میکنی. تکنیک‌های سنتی مثل چند بار خوندن جزوه یا رنگی کردن خط به خط کتاب فقط ظاهرش خوبه، ولی مغزت با این تکنیک‌های قدیمی اطلاعات رو فقط برای چند ساعت توی خودش نگه می‌داره. صادق باش، چند بار تا نصف شب نشستی هایلایت کردی ولی سر جلسه امتحان ذهنت سفید شده. باور کن تقصیر تو نیست، علم اعصابه. یه چیزی وجود داره به اسم منحنی فراموشی که دشمن خاموش یادگیریه. طبق این منحنی توی فقط 24 ساعت بیشتر چیزایی که خوندی رو فراموش میکنی. تا روز سوم فقط یه سایه مبهم باقی میمونه. اما اگه بتونی این چرخه رو بشکنی چی؟ ژاپنی‌ها این کارو قرن‌هاست دارن میکنن، نه با سخت‌تر خوندن بلکه با هوشمندانه‌تر خوندن. نیازی نیست صدها صفحه مقاله علمی بخونی تا بتونی راز ژاپنیا رو پیدا کنی. من برات این کارو انجام دادم. اینا 5 تا تکنیک علمی هستن که ژاپنی‌ها باهاش یادگیری رو تبدیل به مهارت‌های اصلی زندگیشون کردن. بزن بریم. 1. یادآوری فعال. بیشتر مردم فقط میخونن و هایلایت میکنن، ولی حافظه از خروجی ساخته میشه، نه ورودی. هر بار که سعی میکنی یه مطلب رو به یاد بیاری، مغزت قوی تر میشه. نترس از اینکه یادت نیاد. همین تقلا مغزتو آموزش میده. کتابو ببند، یه کاغذ بردار، بنویس چی یادت مونده. اولش سخته ولی درستش همینه. 2. روش کمون، یادگیری قطره چکانی اما ماندگار. ژاپنی‌ها حجم زیادی از درس رو یه دفعه نمیخونن. اونا لقمه لقمه میخونن. هر روز یه ذره ولی همیشه. جیمز کلر تو کتاب عادتهای اتمی میگه 1% پیشرفت در روز باعث میشه توی 1 سال 37 برابر بهتر بشی. 3. تکرار با فاصله، مثل آب دادن به گیاه مغزت. مطالب رو هر روز نخون، با فاصله مرورشون کن. روز بعد، 3 روز بعد، 1 هفته بعد، 1 ماه بعد. هر بار که مرور میکنی حافظت محکمتر میشه. 4. کایزن، پیشرفت روزانه حتی با 6 دقیقه. ژاپنی‌ها میگن با روزی 1% بهتر شدن میتونی به هر چیزی برسی. فقط 6 دقیقه در روز کافیه. 2 دقیقه یادآوری فعال، 2 دقیقه مرور با فاصله، 2 دقیقه تمرین متمرکز. همینه که کار رو راه میندازه، بی استرس و بی فرسودگی. 5. هنر تمرکز واقعی. موفقیت فقط تکنیک نیست، طرز فکره. ژاپنی‌ها قبل از درس خوندن یه روتین میسازن. یه شمع روشن میکنن، یه قلم خاص دست میگیرن، از یه میز مشخص استفاده میکنن. اینطوری مغزشون یاد میگیره. الان وقت یادگیریه. تو هم اگه میخوای تمرکزت بره بالا، این تکنیک رو اجرا کن. روش 6. یادگیری توی خواب. این روشی که الان میخوام بهت بگم رو مطمئنم تا حالا نشنیدی. این روش اینطوریه که وقتی در طول روز داری درس میخونی باید به خودت عطر بزنی. حالا وقتی میخوای بخوابی همون عطر رو باید به بالشت بزنی. اینطوری باعث میشه که اون بخش‌هایی از مغزت که در طول روز برای درس خوندن فعال بودن دوباره توی خواب فعال بشن. حالا انتخاب با توه. میتونی برگردی سر همون روش‌های قدیمی یا همین امروز یکی از این تکنیک‌ها رو شروع کنی. اون 1% برتر جامعه فقط این ویدئو رو نمیبینن، اونا عمل میکنن.